خودشه یه کانتنت متفاوت، کانتنت بسکتبالی من باید بسازم. بسکتبال وای، تو باید یک افتخار یا چیز متفاوت خلق کنی، اون باید مخصوص تو باشه. خب این ویدیو کاملا ته قلبم دارم میگیرم، یعنی ویدیویی که خودم خیلی دوستش دارم و واقعا الان به صورت استریم میخوام حرف بزنم و هرچی که از ته قلب دارم بهتون بگم، چون که همه فیلم ها اینجوری بود که یعنی خودم نبودم، میدونی دوست ندارم و اینجوریو. الان من تصمیم گرفتم که کانتنت بسکتبالی درست کنم که واقعا دوست دارم. میدونی چرا؟ اصلا من بچگی بسکتبال دوست داشتم و میخوام چالش ها و ریاکت و چه میدونم هر چیزی که در بسکتبال هست بذارم و شاید فکر کنم با خودم که یه چنل دیگه واسه موتیویشن، همون انگیزه یا ولاگ بذارم تو اون یکی چنل. حالا ولی فعلا به نظرم زوده. من دو دسته تقسیم میکنم این کانالو. یک دسته به صورت اینه که بسکتبالیه، کلا بسکتبالیه، چالش و چالش بسکتبالیه که بیشتر قراره اینجوری بشه. یه دستش هم مثلا چه میدونم تست و چالش و این چیزا، اما بسکتبالی نیست. این دوتا فرق میکنه، ولی بیشتر گفتم بر اساس چالش های بسکتبالی میره. بعد با خودم خیلی نگاه کردم تو یوتیوب و این چیزا، دیدم واقعا کانتنت بسکتبالی نیست و اینجوری بودم که تو اولین کسی باشی که این کانتنت رو بیاری توی یوتیوب فارسی. و با خودم گفتم که چرا که نه، واقعا بچگی به یوتیوب علاقه زیادی داشتم و بچگی که الان 13 سالمه. امروز روز 22 فروردین، جمعه، روز تولدمه که دارم باتون حرف میزنم. 14 سالم میشه و میگم واقعا بچگی یوتیوب علاقه داشتم. پس چی شد؟ من کانتنت بسکتبالی میذارم بیشتر و این فیلمم از ته قلبم گرفتم. واقعا چند وقتی بود فیلم نگرفته بودم و بلا تکلیف بودم. الانم رو تختم نشستم، خیلی راحت دارم این فیلم میگیرم که میخوام با هم یک چیز ساده با هم اینجوری باشیم، مثل کف دست باشیم. از همتون ممنونم. لایک، سابسکرایب، زنگوله، هرچی که دوست دارین رو بزنین. دوست ندارین فدا سرت. به امید روزهای بهتر. خدا نگهدار.